سلام دوستان عزیزم، من شازی هستم. به چنل شازی تاروت خوش اومدید عزیزان دلم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، لبهاتون خندون باشه عزیزانم. ممنون میشم از همه شما که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو لایک کنید و نظرات پرمهرتون رو برای من کامنت کنید. دوستان عزیز، فالی که امروز برای شما در نظر گرفتم فال عزیز از دست رفته هستش و اگر که شما عزیزان یه جورایی شخص عزیزی رو از دست دادید، اگر که شخص عزیزی رو یه جورایی دیگه در کنارتون نیستن، این فال برای شما عزیزان هست که اگر میخوای پیامی، حرفی، راهنمایی ازشون دریافت بکنید یا اگر حتی ازشون سوالی دارید، میتونید در ذهنتون اون سوال رو تکرار بکنید و ببینید که چه پاسخی به شما عزیزانم میدن. ازتون میخوام تمرکز بکنید اسم شخصی که از دست دادید، اگر که حالا هم در همچین شرایطی هستید، حالا فرقی نمیکنه چه در بازه زمانی هستش که خیلی نزدیک هست، در گذشته نزدیک یا گذشته دور، فرقی نمیکنه. ازتون میخوام اسم اون شخص رو تکرار بکنید و در رابطه با سوالی که دارید، اگر که سوالی دارید هم میتونید در ذهنتون اون سوال رو هم مطرح بکنید که ببینید آیا پاسخی خواهید گرفت یا خیر. خب تمرکز کنید عزیزان. خب و چقدر جالب اومد این کارت پایانی که بهش میرسیم. ببینید در وهله اول چیزی که اینجا برای من خیلی واضح هستش و یه جورایی دارم خیلی پرقدرت میبینمش، نگرانی هست برای شما عزیزان از طرف این شخصی که شما حالا در ذهنتون نیت کردید و یه جورایی خواستید که مشاوره و راهنمایی بهتون بدن. ببینید این عزیزی که شما نیت کردید و اسمش رو در ذهنتون تکرار کردید به شدت نگران شما هست. من دارم حاله هایی رو از نگرانی دریافت می کنم، یعنی انرژی هایی رو دریافت می کنم که یه جورایی انگار که این نگرانی مختص خود شما هست. به خاطر چی؟ برای یک سریاتون دارم می بینم دلیل این نگرانی این هستش که شما یه جورایی اعتمادتون به خودتون و به همه کس رو از دست دادید و این عزیزی که شما نیت کردید، این شخصی که واقعا ازش راهنمایی خواستید، یه جورایی مخالف این مسئله هستش. یه جورایی داره بهتون میگه که این اعتمادی که از دست دادی نسبت به خودت رو دوباره باید پس بگیری. به فکرتون هست چون میدونه که این اعتمادی که از خودتون یه جورایی از دست دادید به شدت برای شما مخربه. حالا این اعتمادی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم، فقط این نکته رو بهتون بگم، هر اون چه که من دارم از کارت ها تفسیر میکنم، هر اون چه که من دارم به شما میگم، تماما پیام هایی هستش که شخص مد نظر شما داره بهتون میده. خب پس من دیگه هی تکرار نمی کنم که حالا اون شخصی که شما نیت کردی یه چی و فقط شروع میکنم به تفسیر کردن، ولی این رو در نظر داشته باشید. مسئله که اینجا هستش اینه که داره بهتون یه جورایی اشاره میکنه و توضیح میده
که اون اعتمادی که نسبت به توانایی هاتون از دست رفته باعث شده گره کور توی کارهاتون بیفته، باعث شده که شما نتونید قدم از قدم بردارید. یه سری از شما بعضی وقتا احساس میکنید که دائم دارید درجا میزنید، دائما هی نمیدونید. حالا بعضا ممکنه که شما تلاشهایی رو هم کرده باشید ولی هیچ پیشرفتی حاصل نشده باشه. این به خاطر اینه که شما شک و دودلی داری نسبت به خودت و باید از یه جورایی زودتر از اون چیزی که حتی بهش فکر میکنید باید این اعتماد به خودتون رو به دست بیارید دوباره. خب یه وقتایی براتون ممکنه پیش بیاد که شما توی یک چرخه و توی یک لوپی گیر بکنید که نتونید ازش خارج شید. حالا برای پاسخ دادن به سوالتون باشه، برای اینکه راه حل برای مشکلتون پیدا کنید یا هر چیزی. و یه جورایی پیامی که در رابطه با این قضیه من دارم براتون میبینم، اگر که یه سریاتون توی یک شرایطی هستید که احساس میکنید که هیچ راه حلی وجود نداره برای مشکلتون، این پیام داره بهتون میگه راه حل رو خودت میدونی، فقط نمیخوای قبولش بکنی، فقط نمیخوای سمتش بری. یعنی شما میدونید که باید چه کاری رو انجام بدید ولی انگار که هی دارید میزنیدش عقب توی ذهنتون و اجازه نمیدید که خودش رو نشون بده. خب و این حجم از سرکوب کردن برای شما خوب نیستش. ببینید وقتی که این دوتا کارت در کنار همدیگه قرار میگیرن نشون دهنده این هستش که شما به اون ندای درونتون که راهنمایی هایی هستش که حتی از فرشته هاتون و از این شخص دریافت میکنید توجه نمیکنید. یعنی رک و پوستکنده من میتونم این رو بهتون بگم که شما به اون چیزی که راهنمایی میشید عزیزان توجه نمیکنید و دلیل سردرگمیتون هم یکی از دلایلش، البته نه فقط این، یکی از دلایلش همین هست. خب که شما به اونها توجه نمی کنید. نکته دیگه که اینجا هستش، یه جورایی دارم نشونه هایی نسبت به تجربه های گذشته‌تون میبینم. ببینید وقتی که اینجا بحث از تجربه گذشته شما به میون اومده، وقتی که میخوان به شما یادآوری بکنن که توی مرحله‌ای که قرار داری، توی محیطی که قرار داری، در نقطه‌ای که هستی، بعد به تجربه های قبلت نگاه کن، از اونها درس بگیر. یعنی شما باید یه فلش بک بزنی، بری عقب، باید بشینید همه اون چیزهایی که احساس میکنید مهم هست، مربوط هست و لینک هستش به شرایط فعلیتون رو مرور بکنید. من میبینم برای شما و این پیامی که این شخص داره بهتون میده این هستش که توی اونها بگردی، توی اون تجربه ها بگردی، قطعا یک مسئله، یه چیز خیلی مفید و مثبت پیدا میکنی که توی مسیرت بهت کمک میکنه. خب پس حواستون باشه. بعضی وقتها برای بعضیاتون دارم میبینم که توجه کردن و رفتن به گذشته خیلی سخت و سهمگین هست و دلتون نمیخواد این کار رو بکنید، ولی یه جاهایی لازمه برای اینکه شما اعتمادتون رو به خودتون به دست بیارید، استرستون رو کم کنید و بدونید که میتونید از پس مشکلی که الان دارید باهاش دست و پنجه نرم میکنید بر بیایید. خب این از این. مسئله بعدی که اینجا هستش دارم بهتون میگن که از این که 2 قدم بری جلو 10 قدم بیای عقب باید دست برداری. یه جورایی دارن بهتون درس استقامت میدن، یادآوری میکنن که حواست باشه باید مقاومت کنید. ببینید عزیزان، من خیلی انرژی سنگینی دارم دریافت میکنم به خاطر اینکه شما انگار یه سری مسائل رو توی زندگیتون گره کور کردید و حس میکنید باز نمیشه و این پیام داره بهتون میگه که این گره های کور شما باز میشه فقط با این که شما، یعنی با این کار که شما عقب نشینی نکنید، دائما عقب جلو نشید، پرقدرت ادامه بدید. ازتون همچین درخواستی دارن. خب و دارم بهتون یه جورایی میگن که حواستون باشه اون تیکه‌ای که از خودتون از دست رفته، اون چیزی که یه جورایی از دستش دادید، حالا میتونه توانایی باشه، اعتماد به نفس باشه، عزت نفس باشه، حال خوبتون باشه، لبخند رو لبتون باشه، هر چیزی که هست، این شخص ازتون میخواد اون رو دوباره به دست بیارید. یه جورایی داره بهتون، چجوری بهتون بگم، یه جورایی داره میگه دستتو بذار رو زانوات، از جات بلند شو.
خیلی واضح. هر اون چیزی که داره در زندگی شما اتفاق میفته بر اساس اون چه که من دارم دریافت میکنم، این هستش که میتونم به جرئت بگم 80% به خاطر خودتون و کارهایی هستش که انجام نمیدید و یا انجام میدید. این که من میگم انجام نمیدید و میدید، منظورم این هستش که یه تایمی شما باید بشینی مثلا برنامه ریزی بکنی ولی نمی کنی، زانوی غم بغل گرفتی. باید یه حرکتی انجام بدی ولی نمیدی، حوصله نداری. داره میگه از اینا دست بردار، راهتو ادامه بده. ناامیدی رو در شما داره میبینه، ناامیدی رو که یه جورایی انگار که از همه چی بریدید. من نمیگم که خدا نمیدونم یا هر اون چیزی که شما بهش اعتقاد دارید، یعنی اشاره نمی کنم به اینکه حالا مثلا به دین خاصی، به مذهب خاصی، ولی داره بهتون میگه اون چیزی که بهش اعتقاد داشتی چرا از بین رفته. و واقعا داره این سوال رو ازتون خیلی پررنگ میپرسه، به خاطر اینکه وقتی که اون از دست رفته امیده هم باهاش رفته. وقتی که اون از دست رفته داره بهتون میگه شما دیگه انتظار حتی معجزه رو هم توی زندگیتون ندارید. خب پس اینو برش گردونید، چون برای شما مفید هست، به شما کمک میکنه. خب و حواستون باشه با اینکه شما امیدتون رو، ایمانتون رو نسبت به اون چه که قبول دارید و باورش داشتید از دست دادید یا کم شده، ولی داره بهتون میگه که اونا حواسشون به شما هست. خب مسئله دیگه که اینجا دارم میبینم این هستش که دارن یه جورایی از یه حقیقتی صحبت میکنن که این حقیقت انگار وقتی که برملا بشه شما به آرامش میرسید. انگار که یک حقیقتی هستش که باعث شده شما خیلی دچار ناراحتی بشید، یعنی یه حقیقتی پنهان شده. مثلا اینکه انگار مثلا کسی به شما خدای نکرده تهمتی زده باشه، انگشت اتهامی به شما گرفته باشه، دارن پیام رو برملا شدن حقیقت رو به شما میدن توی هر زمینه‌ای و این برملا شدن حقیقت انگار یک بار بزرگی رو از روی دوش شما برخواهد داشت عزیزانم. خب مسئله دیگه که هستش اینجا این دوتا کارته. این دوتا کارت بسیار قدرتمندن. راجع به این که اصلا نگم براتون، اینجا خیلی واضح دارن یه جورایی وقتی کارت وایت ایگل میفته دارن از روح خودشون صحبت میکنن با شما، از اینکه چقدر در کنار شما هستن، چقدر حواسشون به شما هستش و یه جورایی قدم به قدم در کنار شما دارن یه جورایی همراهیتون میکنن و امیدواری این رو بهتون میدن، نوید این رو بهتون میدن که شما تنها نیستید. چون یک عدتون رو دارم اینجا میبینم که بعد از این شخص عزیز شما خیلی احساس تنهایی و یه جورایی بعضا حتی ممکنه احساس ویرانی کرده باشید، ولی بدونید که این شخص در کنار شما هست، حواسش به شما هست و حتی من دارم دعایی رو میبینم که در حق شما داره این شخص انجام میده. راهنمایی پایانی که میتونم از این دک به شما بگم این هستش که خیلی واضحی ممکن هست برای یک عدتون صدق بکنه عزیزان، ولی چیزی که به وضوح دارم میبینم اینه که شما باید با خودتون آشتی کنید. یه سریاتون دست از خودتون کشیدید و این شخص ازتون میخواد که با خودتون آشتی بکنید و ادامه بدید زندگی رو با هر سختیی که هستش، چون باور داره به اینکه شما عزیزانم میتونید و نه تنها با این پیام ها بلکه من هم باور دارم که شما عزیزان دلم میتونید و اون چیزی که بخواید رو به راحتی به دست خواهید آورد. خب ببینیم اگر که راهنمایی دیگه‌ای به شما دارن در چند کارت به شما بگن، اگر نویدی دارن.
ببینید عزیزان، چیزی که اینجا خیلی به وضوح دارم میبینم این هستش که دارن بهتون این نوید رو میدن که زمان سختی که شما دارید سپری میکنید عزیزانم رو به پایان هستش. یعنی یه جورایی دارم خیلی واضح میبینم که تایم سختی که داشتید انگار اون ساعت داره اون تیک تاک های آخرش رو میکنه، یعنی دیگه رو به اتمامه، دقیقه واقعا 90. پس آرامش خودتون رو حفظ بکنید. و مسئله دیگه‌ای که اینجا دارم میبینم، یک عده‌تون انقدر خودخوری کردید، انقدر خودتون رو اذیت کردید، یه جورایی دارن بهتون میگن که یه زمان بده به خودت، یه تایمی به خودت بده، اجازه بده که اصلا یه ذره اون ذهنت استراحت کنه، اجازه بده که یه مقداری به آرامش برسی. چرا اینقدر شما دارید، یه عده‌تون، نمیگم همه شما، یه عده‌تون به طرز وحشتناکی دارید خدازاری میکنید با تفکراتتون، با کارهاتون، با یه جورایی اهمیت ندادن به خودتون. ببینید من دارم اینجا برای شما میبینم که خوابهایی میبینید که از طرف این شخص عزیز پیامهایی برای شما داره. چرا بی‌توجهی میکنید بهشون؟ سعی کنید خوابها و رویاهاتون رو شروع به نوشتن بکنید، به خاطر اینکه در اونها پیامهایی میبینید که حتی یک سری حرفها، یک سری چیزها برای شما آشنا هست و اون نشونه ها رو میبینید و به این باور میرسید که این شخص عزیز در کنار شما هست هنوز. خب نکته دیگه‌ای که اینجا هستش، چیزی که الان به شما کمک میکنه از این شرایط خارج بشید، یکی از اون چیزهایی که واقعا بهتون کمک میکنه اینه که یه جورایی توی پیامشون میگن از خودتون بپرسید دقیقاً چی رو باید الان ازش دست بردارید، چی رو باید رها بکنید که به آرامش برسید. باید عزیزان شما توی زندگیتون به یه سری چیزها چسبیدید، میتونه فکر منفی باشه، خاطرات گذشته، حسرت، پشیمونی، هر چیزی که هست، کینه، حتی میتونه کینه و خشم باشه، باید رهاش کنید تا به آرامش برسید. دوستان عزیزم، به طور کلی پیامی که من گرفتم اینه که به خودتون اهمیت بدید، با خودتون آشتی بکنید، حواستون به خودتون باشه. واقعا امیدوارم که مراقب خودتون باشید عزیزانم. امیدوارم که از این انرژی خوانی لذت برده باشید، به دلتون نشسته باشه. خدا نگهدار تا انرژی خوانی بعدی.